آقا سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که از شواهد پیداست این اولین ویدیو ما تو این چنله. من دلارم و این ریال. بریم ببینیم تو این ویدیو چه خبره. امروز قراره با هم دیگه 9 تا از عجیب ترین غذاهای چینی رو ببینیم. اگه میخوای برگات بریزه تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. شماره 9 تخم مرغ 1000 ساله. بعد همونطور که از اسم این غذا پیداست، این غذا هیچ ربطی به اسمش نداره. یعنی اصلا نه تخم مرغ نه 1000 ساله است، نه چه همش نه تخم خر که خر. آره تخم خر منکراتی ممیزی میخوره. بریم آقا، این تخم چینیای عزیزمون تخم اردک یا تخم کاز رو به مدت 4 یا 5 ماه میذارن زیر خاک. چرا؟ برای اینکه آره زردش سبز میشه و سفیدش خاکستری. حالا آقا اصلا یکی نیست به اینو مریضی مشکل چه تا آقا بشکم بخور دیگه. آره دوست داره سبز شه اصلا میشه زرد شه. الان این غذا رو بازا میفهمن اول آقا یعنی چی. الان این غذا رو به تو بدم میخوری؟ نه به من که اصلا تخم مرغ ای خدا اصلا کلا هیچ علاقه اینا. تو کلا تخم مرغ باز هستی اصلا نگاه اصلا آدم از با تخم مرغ تخم اومده و به تخم برمیگرده میگرده اصلا تخم مرغ و تخم همه چی اصلا براقاتی بدش بگذاریم اصلا بحث جالب نیست. بریم برای بعدی. شماره 8 و اینو دیگه فکر کنم همه باید بشناسین. اصلا این چیزی که اصلا امکان چینه و حشرات. آره عزیزان، همونطوری که همه تونم میدونید آقا میگن چین یه چینیا یه دونه سوسک رو بزنیم ببینم میکشم یه غذا میخورم. اما اینجوری نیست. اینم اینجوری نیست. باید بهتون بگم چرا. اولا که سوسک و حشرات، حالا سوسک، کرم یا هر حشره دیگه توی چین جزو غذاهای پرفروش خیابونیه. اما اینطوری نیست که همونطوری گفتم سوسکو تو خیابون ببینه بکشه بخوره. این غذاها یه جای خیلی خاصی برای کشت دارن که اونجا پرورش داده میشن و بعد برای فروش به بازارا عرضه میشن. من به شخصه دلم میخواد یه بار کرمه رو امتحان کنم. ما هشوا رو خوردیم، صدف خوردیم. آره. اینا دریایی نیستن، میدونی خاکی هم، برای همین نمیدونم دلم میخواد بوته از خاک برم. آره برای همین دلم میخواد یه باری امتحان کنم ببینم. میریم برای شماره 7. یه چیز استثنایی، سوپ لونه پرنده. آره این تو لونه پرنده سوپ نه اینجوری نیست. نه بذار بگم تو اینا چیزیه. چینی‌ها یه پرنده‌ای دارن که شبیه پرستو خودمون. این پرنده رو میارن. نه پرنده پرستو که بالاشون رنگ. آره اینا آقا این پرستو رو میارن چیکار میکنن؟ هیچ کاری باش نمیکنن، میذارن زندگیشو بکنه. اصلا این مرض دارن ایمون خدا رو چیکار دارن؟ صبر میکنن این پرنده عزیزی که شبیه پرستوه بیاد آقا بره با تو یه دست بده به ارسطو. نه بره با تو یه دونه لونه بسازه. اینا بازم این پرستو رو کار ندارن. پرستو رو در میارن، لونه میذارن کنار، لونه رو بر میدارن. یه چیزی بگم اگر اعماق بکشه لونه زودتره. آره بکشه. آره چندش یه توفره خیلی خوب چیزه، چسبانیش هم بیشتر میشه. اصلا غذا همچی میدونید اشتها میاد که بخواین سوپ رو بخورن حال میکنن. خلاصه که لونه رو همچی سوپ میکنن و دور هم میشینن سوپ لونه میزنن و عشق میکنن دیگه. تو رستوران ها این غذا سرو میشه و غذای نسبتا گرون قیمتیه. شماره 6 مونم که مشخصه اصلا چیه، عقرب سرخ شده. اونی که دنبه شبیه 8. آره مثلا تو چین اینجوریه، مثلا میرن رستوران یه دونه برگر سفارش میدن، میگن کنار چی بخوریم؟ سیب زمینی فرایز بخوریم؟ میگن نه آقا چرا سیب زمینی؟ بده 2 تا عقرب سرخ شده بخوریم، 2 تا مار 2 تا لونه پرنده. آره 2 تا تخم. ولی کنار چی؟ کنار برگر میان آقا این عقربا همونطور که تو کرما هم گفتم یه جای خاص پرورش کش داده میشن و سرخ میکنن و این عقربا رو خیلی راحت کنار برگر میذارن. آره چیپسی. شماره 5 اونم بالوته یا همون بالوت.
بالوچ یا بالت چیه؟ همونطور که آقا از اول ویدیو داریم راجبش صحبت میکنیم، این چینیا غذای سالم و صاف، آره، اگریشون پایین نمیره. حتی آقا باید برای این صبر زیادی بکنن یا نمیدونم یه عذابی بکشن سر این غذا. حالا سر این بالوت چی هست اصلا؟ بالوت ثبت میکنن تخم 1000 ساله، نه تخم اردک. تخم اردکو میان چیکار میکنن؟ ثبت میکنن همون دمی که داره جوجه میشه، عوض اینکه بذارن عوضی که بذارن جوجه بشه میندازن تو، آبپز میشه، در میارن میخورن. اما آقا من با یه حرکتشو موافقم. بگو چرا؟ یه تیر و دو نشون. آقا تو هم داری تخم اردکو میخوری، هم داره جوجه میشه دیگه. آقا گوشتشو میخوری. بذار منقل همون برای چی آبپز میکنی برادر من؟ نکن آبپز نکن، فرض اون داره جوجه میشه که بذار رو منقل سرخ کن بخور. شماره 4 دنبلان گوسفند. دنبلان یا دنبلان یا همون زانگولاهای گوسفند که ازش آویزونه که تو ایران خودمونم کم طرفدار نداره. یعنی آره دوستان اهل دلاش میدونن. حالا وارد جزئیات بچه‌ها وارد جزئیات نمیشیم. آره دیگه توی چینم به صورت نواری دنبلان یا بیضه گوسفند رو برش میدن و به سیخ میخورن. بریم برای اصلا اگه اون زنده هم باشه همون لحظه بزنن که اصلا نور علا نوره دیگه کاملا میشن. میریم شماره 3 سوپرمارک. چیز استثنایی. سوپرمارکت توی چین مخصوصا توی فصل زمستون خیلی طرفدار داره. خیلی 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 زیاد برای جلوگیری از مریضی و اینا میخورن. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا یارو اینجوری نیست بیاد بگه ما من مریض شدم، میگه باشه پسرم بیا سوپ بخور. آره شرمم فلان اینا. میگه پسرم میاد میگه مامان من مریض شدم، میگه باشه عزیزم ایمی نداره که الان یه مار بار میذارم بخوریم کنار هم. یه سوپ مار راحت میخورن. جالبه که بدونید این غذا کنار خود سوپ تیکه های واقعی مارم سرو میشه. من حاجی ما رو میبینم وحشت. رو بزنی بکشی بالا بخوری. ببین من ما رو میبینم وحشت. جدی فوبیا دارم. جدی میگم. ببین من فوبیا یعنی حتی کبرا یادش کبرا حالا خواهرشی تو فیلم کبراش. ولی حاجی من تو فیلمش هم میبینم یعنی یه جوری میشه مورم میشه. ببینید چی میگم. بریم بعدی. شماره 2 کره چشم ماهی. آقا این چینیا کلن غذای سالم اگیلیشون پایین نمیره. یا باید تخم قاز بخورن، یا باید تخم گوسفند رو بخورن، یا باید تخم خلاصه باید تخم بخورن. الان هم حمله کردم به تخم ماهی، اما نه تخم ماهی، تخم چشم ماهی. کره چشم ماهی. این غذا رو توی ظرف مایتابه‌های بزرگی که مخصوص ریشش از کشور چینه، توی اون مایتابه‌های بزرگ که اسمش هم الان نمیدونم چون سرچ میکنم این بالا میذارم. اگه دوستان بچه‌ها میدونن اینا آره تو کامنت ها بهمون حتما بگین. لایک ساب یادتون نره. تو کامنت ها حتما اگه میدونید اینو برام بنویسید. حتما. این غذا رو میریزن توی مایتابه ها با یه ذره روغن و سویا سس سبزی تفت میدن میارن سر سفره مثل نودل. چندش راحت میرن بالا. 2 دقیقه. حالا اینکه مزه سگ میده اون تخم چش اصلا مهم نیست. ببین جدی میگم اصلا هرچی مهم اینه تخم باشه. چینی‌ها اصلا چینی اگه میبینی چشماشون اینجوریه چون تخم فقط تو تخم میاد. اصلا بچه دار میشه فقط تخم. شوهرش تخم. بعد تو. طعم تخم. اصلا تخم. داشتیم میگن تخم عقرب هم بعضی وقتا آره عقرب میگه تخم اینه. ولی تخم عقرب اگه پیدا کنن قاعدتا باید با سوزن بردارن نه با چاپستیک چون سر میخوره. دوستان میدونن ما زیاد وارد مسائل جزئی نمیشیم. شماره 1 خیلی استثنائیه و ویدیوشو براتون. آره من راجع به این موضوع اصلا نمیتونیم صحبت کنیم. شرم حضور دارم. شرم حضور داریم. مثلا چی بگم اصلا نمیشه. ولی که
اصلا آقا بگم ما بلاک میشیم لعنتی حالا بریم به تراشی کرد آره چی بریم هست؟ بگی چی؟ نه چی بگم؟ گفتن آره، خیلی بگو. با این نقطه حساس اصل ماده واژن اصل نه دیگه بریم ببینیم و بعد برمیگردیم مجدد خب بله همونطور که داریم می‌بینید مشاهده کنیم با سواتور چپ به تراش اول چپ تراش که وقت خدا نکرده مو نداشته باشه اصلا یعنی نوع غذا مهم نیست چه بادی کرد بله اصلا بادکنکه ولی ماشا فکر کنم پوست موزه و حالت بهش بدن حقیقت نکن وای یعنی اینو میخوره آره دیگه متاسفانه بیا اینو بخور خب آقا دیدین ویدیو رو این بود از عجیبترین غذاهای چین امیدوارم که دوست داشته باشین لذت برده باشین اگه دلتون میخواد اگه دلتون میخواد پارت‌های بعدی این مورد ویدیوها رو بگیریم حتما توی کامنت ها بهمون بگین ساب ویدیو یادتون نره قلب سفید رو قرمز کنید دوستتون داریم تا ویدیو بعدی زنگوله رو یادتون نره تا ویدیو بعدی سی